مثل این 4 نفر کس دیگه نیست. لیانو کلر و ایدا وانگو کیریس. پلیس جوون و جذابمون هست لیان، براش اصلا فخر نمیکنه زامبیا 10 تایی بیان. میگشته دنبال دختری به نام اشلی، الان دیگه با دوستاش از سوار کشتی، همونایی که دختر رئیس جمهور رو میدادن آزار. که روزه رو صدله رو پسرش هم سالازار، الان از همشون درست کرده سالاد سزار. دست گراهامو میگیره و میره جلو، عاشق این جملش بودم no thanks bro. خواهری داره به نام کلر داداش کریس، تنها دغدغش این بوده که فرار کنه از مستر ایکس. ایدا واین هدفش گرفتن آمبرلا از راه خلافه، اون همش با این کارا لیانو میکرد کلافه. کرکترهای دیگه هم هستن توی این لیست، کریس ردفیلدم برای کشتن وسکر گرفته نمره 20 سیتم با زنش میاد، زندگیش میداده پوز، الان تو روستا میگرده دنبال دخترش روز. ناراحت بوده از کریس که وارد خونش شده این یه دل دوز. Chris? Sorry, Ethan. سایر کرکترهای دیگه که نگم براتون، جیک و شری و لویس و بری پورتو. شری مامان باباش کار میکردن تو آمبرلا، الان دیگه دختری شجا شده ماشالله. جیک موله برا خودش بوده مثل یه ارتش، قدرتش زیاده انگار رفته به پدرش. شاروخ خاص زوج خوبی میشدن، جیک و شری حیف شد فکر میکردم اون رو با هم میکنم مری. دختری که هر ثانیه میگرفته یکی، کسی نبوده جز ولنتاین جی. کراش داشتن رو هم دیگه جیل و کریس، آخ دلشون میخواست به هم دیگه بدن یه دونه کیس. لویس را بوده که تو دختر کشی میکرده کودتا، اما الان باید به همشون بگه خداحافظ سنیوریتا. اینجا اسمش از راکون سیتی، اینا کسایی هستن که زنده میمونن توی این فاکس سیتی. یادش بخیر که از بچگی ازش دارم کلی CD.